شهر دوشنبه برای کل ساکنان شرفمند جمهوری تاجیکستان گوهر نایاب است. آن خانه امید تمام تاجیکان روی دنیا است. تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان کوشش می‌نمایند که برای آباد و زیبا گردانیدن برای گلگل شکوفانی شهر دوشنبه سهم نظررس خود را گذارند. ما نیز گروه ایجادی تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز امروز در یکی از گوشه‌های فراغتی شهر عزیزمون قرار داریم در باغ پرچم ملی تا برنامه دیروز و امروز دوشنبه را منظور شما نماییم. برای ما ساکنان سربلند تاجیکستان صاحب استقلال باعث افتخار و شرفمندی است که وطن بهشت‌آسایمان زیر راهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اوج ترقیات خود رسیده ایستاده است. تمام ساحه‌های حیات در حال رشد و پیشرفت قرار دارند. دوشنبه عزیز ما روز از روز زیباتر و آبادتر می‌گردد و آن امروز به مکان برگزاری چاره‌بینی‌های سطح منطقوی تبدیل یافته است که این باعث افتخار تاجیکان جهان است. این شهر دلارا با زیبایی و سرسبزی خود برای کل ساکنان و مهمانان دیارمان آغوش خود را گشوده است. هر گوشه این شهر دلارا با خصوصیت‌های خاص خود از یکدیگر فرق کننده اند. در مرکز شهر دوشنبه پرچم تاجیکستان که با بلندی 165 متر به کتاب رکوردهای گینس وارد شده است ساخته شد و در اطراف آن سال 2013 باغ پرچم ملی بنیاد گردید که یکی از گوشه‌های زیبا و دیدنی و سیر و سیاحت سیاحان به شمار می رود. پرافشانی پرچم در مرکز پایتخت عزیزمان از صاحب استقلالی، سرجمعی و آسودگی مردم آزاد ما درک می‌دهد. این باغ با طرح‌ریزی مخصوص خود از دیگر باغ‌های شهر به کلی فرق می‌کند. کلی صنعی، فواره‌ها، گلگشت‌های وسیع، شکل‌های خرد معماری، مجسمه‌های قهرمانان خلق تاجیک و بینای نوی آثارخانه ملی تاجیکستان به باغ پرچم ملی شهامت خاصه می‌بخشند. تمام حدود باغ با پیره‌های گلپوش، درختان و بوته‌های همیشه سبز آرا داده شده است که بیننده را بالیده روح می‌گرداند. باغ پرچم ملی امروز مکان دوست داشته ساکنان پایتخت برای استراحت و سیر و گشت میباشد. ما صحبت داریم اطراف زیبایی‌های این گوشه زیبای شهر دوشنبه با شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی محمد غایب. خاطره‌ها از دیروز و امروز دوشنبه. ما می‌خواهیم با شما صحبت را از همین زیبایی، از زیبایی‌های باغ پرچم ملی، از زیبایی‌هایی که امروز همه ساکنان شهر دوشنبه را به وجد می‌آورد صحبت را آغاز نماییم. همین زیبایی‌ها، همین پیشروی‌ها و همین گلگل شکوفایی‌ها همچون ایجادکار در ایجادیت شما چی نقش داشته می‌تواند؟ زیبایی فهم و دنیای آدم را دیگر می‌کند. هر چی که زیبا است در دل می‌نشیند. خیال کس را با طرف خودش میکشد، در آن باره اندیشه میکنی. زیبایی را آفریدن آسان نیست، برای همین پیشاپیسند است. برای یک جور زیبا شود چقدر عذاب و مشقت میکشد آدم های دیگر که این خیلی زیبایی میشود. این گل ها هم مانند تفلکانند، خود به خود اینقدر زیبا نمیشوند. برای هر یک کامی سبزن چقدر آدم ها شبانه، پگاهی
کار میکنن، نوازش میکنن یا را با آب و خاک تامین میکنن، برگهایشون را تازه میکنن و بعد این گونه زیبایی میشود. اصلا با بنیاد کردن باغ و گلستان کاری آسان نیست و برای این دید دیگر، فهم دیگر، همون که ذوق و طبع دیگر لازم است که این گونه زیبایی را اول در خیال حس میکنی، در پشته خیال، در همون زمین خیال حس میکنی، اون را به این شهر کشاندن، به میدان ها کشاندن کاری نهایت دشوار است. برای همین وقتی که شهروندان ساکنان کشور زیبایی رو میکنن، افتخار دیگر پیدا میشود. حتی همین نکهت همین گلها را از روی رسم هم حس میکنن که این زیبایی است. چشم آب میخورد و شکرانه میکنن که در چنین کشور زندگانی میکنن و اثبات میشود که کشور ما حقیقتا پیشتازها است. پیشتی روی زمین انسان ها بنیاد میکنن، انسان هایی که ننگ ناموس دارن، انسان هایی که ذوق دارن، طبع بلند دارن، زیبایی میخواهند و برای به آرزوهای خود جامعه عمل شدن بسیار زحمت میکشند، امونشان در همین را صرف میکنند. اصلا شهرسازی کاری آسان نیست. برای یک گوشه را آباد کردن، یک میدان و یک خدمجا و راهرو و یک گلگشت به خیابان و کوچه تبدیل دادن سالها لازم است و با شهرسازی از این در کاری سنگین تر است. شهرت رهبران که بیشتر از میان همه صنعت ها صنعت معماری را دوست می‌دارند، در آباد کردن شهر، زیبا کردن شهر میخواهند که سهم گذارن و مردم ببینن که اینا یک جای بیابان مانند را به یک گلستان حقیقی تبدیل دادن. این کار در کشور ما با سرعت ادامه دارد. کشوری که جنگ زده بود، کشوری که خرابازار گشته بود، امروز تصور کرده نمی شود. نسل نو که شکر خدا که اون روزها را ندیدن و این منظره به این زیبایی ها عادت کرده به حیات و فرد درخشان ما بها میدن و کلان سالان باشد دست و گریبان شکر بوده میگن که چگونه کشور داریم، چگونه زحمت ها کشیدن رهبران، مثلا پیشوای ملت که این گونه سرزمین ما و باغ و گلگشت ها مبادل شد. وقتی که انسان این گونه زیبایی ها را میبیند، عموما در پیشرفت هر یک کشور هر انسان وابسته به اختصاص و کسب خود سهم میگذارد. شعرهایی که شما مینویسید شعرهای ماندگار هستند و جوانان با شعرهای شما وطندوستی خود را ابراز می‌دارند. آنچه که ما می‌بینیم با گلگشت‌ها را می‌بینیم، اون با اون رنگی که هست در صحیفه دفتر کشانیده نمی‌شود. ما کوشش می‌کنیم که تا اندازه همون وصف منظره را به قلم دهیم. وصف منظره اون نکهت اون رنگی که در این باغ و میدان است اون یک روز ما در آورده نمیتونیم. با وجود داریم محبتنامه خود را به وطن و خلق ملت و زحمتکشانیان و آن زیبایی پرستانش استفاده میکنیم. مثلا من یک شعر دارم که ای تاجیکستان هست گلستان، هست گلستان ای تاجیکستان. همین گونه پاره های شعر بسیار میشود. واقعا دوشنبه در یک شهر دوشنبه در یک مدت کوتاه خیلی پیشرفت ترقی کرد. بیناهای بلنداشانه پیدا شدن، میدان های و گلگشت های خوب پیدا شدن. همه این باعث افتخار است، باعث زبان دراز است که مردمان دیگر کشور و به سیاحان ما نشان میتیم درباره دیارمان سخن میگیم و باید مرکز همین گونه زیبا باشه، زیرا که در مرکز جمع مغزها از هر کجا دانشمندان مثل جویها و خطره ها شاریده به بحر کلان تبدیل میشن. همه دانشمندان که فهم انسانایی که فهم بلند دارن رو به مرکز میارن و اونا میخوان که در جای زندگی کنن که برای اونها هم شرایط ها، هم استراحت، هم خواندن، هم
جاهای گشتگذار خوب باشد و واقعا هم دوشنبه امروز بسیار میدان های تماشابا، باغ های گلگشت های تحصیل نشونده دارد. همه آبشارها و اون فواره هایی که سر میزنند منظره های کوهستان دیار رو پیش رو می‌برند و ما تابستان رو از بهار در این شهر فرق نمیکنیم و سردی و گرمی رو مانند میبینیم، چون که برای این کار زحمت های بسیار صرف شده است. این یک نشانه وطنداری است، نشانه ای که ملک میراثی اجداد گرفته را باید ما زیباتر کرده و آیندگان میراث بسپاریم. دوشنبه در نظر من همین خیلی است که امروز در دوشنبه یا نشانه را بینی یا برگ گل بینی، اگر یا حرف تصور کنه یا سخن گفتن ممکن است. تا از حرف سخن سازی، زی تار پیرهن سازی، زی برگ چمن سازی، زی مجموعی همه وادی و مهرت یک وطن سازی. دوشنبه شهری همرازان تا هستی، سر جمعی وطن سازان تا هستی. همه باغ و گلستانی، مکانی مشک و ریحانی، خدم جای بزرگانی بخارا را به یاد داری و اسماعیل سامانی. دوشنبه شهر همرازان تا هستی، سر جمع وطن سازان تا هستی. میان کوه ها تابی، تو در آغوش ورزابی، تو جای زندگی بابی. بهشت روی دنیای تو یک تایی و نایابی. دوشنبه شهر همرازان تا هستی، سر جمع وطن سازان تا هستی، سر جمع وطن سازان. همه میخواه رو به زیبایی آرد. هر کجا زیبا است میخواهند اونجا رفته استراحت کنند، لحظه های فراغت خود را گذارند. اما یک جایی که هوای خوب دارد، بوی گل و گیاه میآید، همه به همون تلاش میکند. از اینجا پیشتر همدیاران ما و کشورهای دور میرفتند. انا امروز ببینید بخت بلند ما رو که بعد این قدر مشکلات روزگار، این قدر جنگ و ناسازی ها، مردم کشور دیگر به دیار ما میآیند. باور کنین در دیار ما اگر ما ننگ ناموس داشته باشیم، سخت مهنت کنیم، اگر در اینجا چوب خشک هم سبز می شود. خاک دیار ما خاک شیره‌دار است، خاک حاصلخیز است. در دیگر کشورها در سنگزارها، در جای خمزار، در جای ریگزار باغ گلشن بنیاد میکنند و ما برای ما که در هر قدم آب است، رود است، باید ما همون یک فدایی باشیم. بانگ زحمت میرسد هر دم به گوش، میشود نیش ره تقدیر نوش. در دیار رودهای پرخروش هر قدم باید که باشه سبزپوش. خاک ملک خیر زر باید کنیم، تاجیکستان رو دیگر باید کنیم. ما این خیلی امکانیت ها داریم و باور دارم که فردا باز دیار ما زیباتر می شود و شهر ما به خطار بزرگ شهران دنیا وارد می شود که مردم دیگر کشورها با این با امید با این کشور آمده، با این شهر آمده، از دیدن منظره های زیبا، از آب های شیرین، از هوای پاکیزه بهره برده تنصیحاتی خود را تامین میکنند و این امید است که پشته های کشور ما، دشت های تشنه لبش هم به باغ گلستان، به چمنستان تبدیل می یابد. برای همین پیش از همه ما باید فقط فکر در پابند شب و روز در با فکر وطنداری باشیم، در فکر محافظت گنجینه های خود باشیم، در فکر سرسبزی آبادانی مملکت باشیم، در فکر حفظ مرز بوم باشیم و ما هستیم گفته می توانیم. برای همین خودی همین شهر دوشنبه یک سرود دیگر دارم که
مسکنی مردان پرننگ دیاری، یادگار از رفتگان نامداری. تاجیکان را درگاه بخت امیدی، شهری در روی جهان آوازداری. شهر عشق و آرزوهای دوشنبه، شهر صاحب آبروهای دوشنبه، شهر دلها، شهر گلهای دوشنبه، گلشن امید و فردای دوشنبه. صبح پر از نور و یاد آورد شامت، صوت آسایش رسد از هر در و بامت. رود همرنگ همنام تو، دریای دوشنبه دادم، رود همنام تو، رود نرم و آرامت. نوجوان و پیر تو میبالد از نامت، شهر عشق آرزوهای دوشنبه، شهر صاحب آبروهای دوشنبه، شهر دلها، شهر گلهای دوشنبه، مسکن امروز و فردای دوشنبه. شهر سرسبز و بهارآغوش هستی، شهر سرسبز و بهارآغوش هستی، باری تقدیری وطن بر دوش هستی. شهر سرسبز و بهارآغوش هستی، باری تقدیری وطن بر دوش هستی. با چکمپوشان خود چون بوستانی، پرز ادرس پوش و اطلس پوش هستی. شهر عشق آرزوهای دوشنبه، شهر صاحب آبروهای دوشنبه، شهر دلها، شهر گلهای دوشنبه، گلشن امروز و فردای دوشنبه، گلشن امروز و فردای دوشنبه. تصور کنید میدان همون پر از چکمپوشان و عدس پوشان و اطلس پوشان، باغامون پر از گل با هم چنان مانندی دارن گل از گل نمیشناسه. این بسیار این روی کاغذ آوردن بسیار دشوار است. گل از گل نمیشونه. هزار رنگ در صحنه است، در میدان است، هزار رنگ دیگر در باغ و بستان است. وقتی که با اون لباس های زیبا خطی از بین گل ها میشن حیران میمونه، حیران میمونه چی گفتن نمیدونه. انا رویش گل، مویش گل، سر تا به قدم گل، چون دسته گل جمله اعضاش لطیف است میگوید، دیگر رنگ نداره. این باور کنی کاری اندکی نیست. بس گوهان یا بگوهی دیرتر میریم، اونایی که اینا آب میپوشن، اونهایی که برگ‌های زرد میگیرن یا خسی افتاده رو میگیرن، گوه دیگر ناپاکی‌ها تازه میکنن و برای ما زیبایی تامین میکنن. دل آدم به اون مهنت اون میسوزد، اونا رو دوست می‌داری، قهرمانان اثر میشن. لیکن گوه هست انسان‌هایی که همراه فرزنداشون مهنت دیگران را به اعتبار نمیگیرن، در باغ‌ها میروند، هر جای اومد قدم میگذارن، فکر نمیکنن که برای سبز کردن یک گل چند سال لازم است که این زیبا شود.
ساکن پایتخت بودن، ساکن شهر دوشنبه بودن افتخار است و ما میدونیم که شما سالیان زیاد است که در آغوش دوشنبه همیشه بهار زندگی میکنید و تمام گوشه و کنار آن را به خوبی یاد دارید. یک بار به گذشته از خاطرات دوشنبه سخن کنید. از همین باغ، از باغ پرچم ملی شما قبلا به اینجا آمده اید و امروز آن را چگونه میبینید؟ دیروز آن چگونه بود؟ دیروز با امروز مقایسه کرده نمیشود. هزار برتری رو میبینیم ما در اینجا، زیرا که اون وقت این گونه گلگشت ها ساخته نممکن نبود، به این رنگ نبود. باغ بود لیکن به این گلستان نبود، این گلزار نبود. اینا همه فیض دارن. از کجا پیدا شدن؟ اینا همه از صاحب استقلال پیدا شدن. اینها همه از استقلالیت آزادی پیدا شدن. اینا همه ایجادهای نوند که ما وطنمون به کدام رنگ معرفی کنیم. اکنون ما که صاحب وطن هستیم، دیگر صاحب ملک هستیم، به کدام رنگ معرفی کردن وطنمون رو باید خودمون اندیشه میکنیم. این چنه تصور کنید که این گلها زمین آسمان این منظره ها مانندند. شما تصور میکنید زمین آسمان. نگاه کنید پرچم ما هم سه رنگ گل دارد. سه رنگ که افاده کننده همه گل است. وقتی که باغ پرچم دارد، وقتی ملت پرچم دارد، باید همون عکسی پرچمش در زمینش در باغ دیارش باید باشه. من گمانه که همه یک نشانه از عکس همون پرچم، از همون سرسبزی، از همون روسرخی، از همون بخت نیک، رای سفید آینده نیک است که در اینجا کوچیدن. ما باید همه وقت یک بار به پرچم نگاه کنیم، یک بار به میدان نگاه کنیم. باید اینها این با اون نزدیک شود که پرچم رمزی غالبی است. وقتی که پرچم ما این قدر بلند است، کوههای بلند ما را پیش رو می‌آورد. گاه از بسیار کوه بلند است، در جهان جای خود را دارد. چگونه ما صاحب همین کنه پرچم بلند باشه، ما همین خیلی رنگ‌های زیبا داشته باشه، باقی ما هم خیلی نباشه. دو ننگ ناموس یک جا باید باشه، از یک دیگری پیدا میشه. برای همین گمان میکنم که هر کسی قدم میزنه در زیر پرچم یا در دست پرچم قدم میزنند و در پیشش همه زیبایی ها، همه کار و کردار، همه وطنداری و خودشناسی پیش رو میاد و اونا خواهی نخواهی جامعه عمل میپوشند، خواهی نخواهی در فضا یا در زمینش عملی میشوند. جشن‌های بزرگی ما، جشن‌های پرشکوهی ما هم اینم از همین پرچم و از باغ گلزار ما رنگ میگیرند. اون قدر چیزی که موشک‌های ما در روزهای جشن چه میکنه، آسمان ستاره‌زار میشود، آسمان گلزار میشود. اینا همش به یکدیگر یک سبقتی هسته. سبقت، این سبقت وطنداری گمان میکنم من. برای همین از این باید خوبتر کنیم که همین دارویی ها را نگاه کرده توانیم. بینوهای ما هم به گل مانند است. هر یک بینویی که رنگ خودش است به گل مانند است. وقتی تیار قطعه میزگریم میدانیم که اینجا دوشنبه است، میدانیم که اینجا تاجیکستان است. همه گوشه ها را شناخته میتونه با خوبتر میشه. آمدن هر یک آدمی که ساکن شهر که از دیگر محله ها سپودم خود را میخواد در همین باغ بگیرد، در همین گلستان بگیرد، از همین بوی گل ها بهره برد، هر یک که آمدن از همون دور چشمشون به پرچم میافتد. از همون دور در سرشون فکری وطنداری پیدا می شود. از همون دور شکرانه میکنن که ما آزادیم، ما وطن داریم، ما خلق ملت داریم، ما مردم خوشبخت دنیاییم. فرزنداشون آسوده میگیرن، فرزنده آسوده شونه لبا پوری خنده، پر از تبسم دست فرزنده را گرفته بعد این باغ گلگشت ها سیر میکن. هوس کس میآید، هوس کس دوام زندگی را خوبتر میبینن. یک محبت، یک شراره دیگر پیدا میشد که آتش گرم زندگی است. شاعر را شعر میگویند، اینا میخوان که
با یک محبت بزرگ تاثیر کنند و ما هم وقتی که قدم میزنیم خود به خود پیدا میشه که منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گرانباری نپرسم از کسی یاری ننالم از گرانباری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن را گوشه ایمان بگویند خدا داده است مرا ایمانی مستحکم وطن دارم پای سرسبزی خاکش و مثل ابر افلاکش با چشم سینه دارم نم وطن دارم غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق مرا جشن است در ماتم وطن دارم نشانی او نشانی من سرودش در زبان من با بومم جلوگر پرچم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم صدایم بشنود عالم وطن دارم شکل تاجیکستان عزیز با شرافت صاحب استقلالی امروز در هر گوشه و کنار شهر دوشنبه باغ‌های زیبای بنیاد گردیدند که آنها به کلی یکی از دیگر فرق میکند. مثلا باغ پرچم ملی یک خصوصیت خاص دارد که در اینجا ما تمام نعمت‌های طبیعی را دیده میتوانیم، از گل و گیاها، میوه‌زارها، درختان همیشه سبز و اینچنین آب‌های مصفا. تشبس‌های پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب زیاد است و آن از جانب جامعه جهانی به خوبی پذیرفته شده است و این است که امروز تاجیکستان را همچون کشور دریاهای طلایی میشناسند. اندیشه های شما را در این مورد شنیدن میخواستم. این تشبس اگر حقیقت حالا هنه بگیم باید از دیگر کشورها هم میشید. ما که آب داریم، ما در سرگه آبیم. تصور کنید که وقتی که در سرگه آب باشه و درباره آب گپ زنی و سخن بگویی در منبر بلند جهان و غم مردمانه که زار یک قطعه آبند، وقتی که غم اونا را میخوری از آب یاد میاری اونا هم میفهمند این مردم یندک نیست، خودشون آب دارن غم دیگران را میخورن. برای همین از اینجا بشردوستی ما پیدا می شود که ما واقعا مردم ما مهربان است، بشردوست است، میخواد که تمام عالم آسوده زندگی کنند، بهره‌مند شوند از نعمت‌های طبیعی. برای همین تشبس‌های پیشوای ما محترم امام علی رحمان در همه جا میگذرد و بهای بلند میگیرند، جانبداران بسیار پیدا میکنند و اون کشورها هم کوشش میکنند که در فکر آب شوند و کدام راه و کدام وسیله از کجا آب بیارن چیکار کنند که همون مردمش تشنه نماند، از ورطه تشنگی برهند. برای همین تصور کنید در همین باغی که در نزد پرچم هستیم کولی سونی را میبینیم. این کول انسان بنیاد کرده است، چگونه زیبا، چگونه فهمیشا خطیر. و این در اینجا فقط اینجا نه، در بعضی دههای ما، در بعضی شهرهای ما همین گونه کول و دریاهای سونی و کاریس ها پیدا شده است که با آدم روی دیگر میبخشد. یعنی که این تنها یک گاو نیست، برای سرسبزی و برای مثلا یک حسیاتی گوارا بخشیدن، روح بلند کرد، روح را بالیده گرداندن فقط این برای نیست، این با تاکید هم دارد، تاکید داخلی خیش دارد. آب است آبرو که نه آید به جوی باز، آب است آبرو که نه آید به جوی باز، از تشنگی بمیرون نریز آبروی خیش. آب است آبرو که نه آید به جوی باز، از تشنگی بمیرون مریز آبروی خیش. که اینا تاکید کرده صاحب تبریزی که زندگی هم همین خیلی است،
دریای بحرای همین آبروی خطا میبینی در آینه آبم. کوشش کن که وقتی که صاحب وطنی زندگی میکنی آنچنان زندگی کن که در حق قدم تو رو در غیبت به یاد بیارم. با همه زیبایی، با همه رنگی که صاحب شده باید انسان سرخم باشد، انسان خاکسار باشد، از حد نگذرد، اندازه نگه دارد که اندازه خوب است. همه اینها هر یک منظره، هر یک چیز تاکیدگر است. زورقی بدگی هم تاکید میکنن که همون زورق در آب ایستاده مینماینده که میرود. امر هم میخیل است که به قدرش رسیدن در کار. سرور دولتی ما، شهردار، همه اینها رو اندیشه کرده با این باغ، با این میدان شکوه و شهامت دیگر، یک زیبایی دیگر باشه که کس از تماشاش سیر نمیشود. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور، از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. هموطنان میشنوید این زدنی دل، این زدنی دل. بار منم آن دل که زنم در بدنی دل، در بدنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل، بار منم آن دل که زنم در بدنی دل. شاد کنه از دل پاک زن سخنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. بر رقص درایم من از این شادی دیدار، بگذار و شود در بزبای گریفتار. رقص دو بهر ساز دل و رقصیدنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا علی مادر. محزن آزادی هم آبادی و گنجم، دیگر نبود طاقت غم طاقت رنجم. باید به هم شاد شود حال من دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور، نبض خوشی آمد تبا
شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد با علی مادر امروز واقعا هم شهر دوشنبه سیمای تاجیکستان است و آن رمز جمهوری تاجیکستان است. شما برای بینندگان تلویزیون شهنواز، برای ساکنان شهر دوشنبه چی تمنیات دارید؟ چی گفتنی ها دارید؟ من همین قدری که در این باغ امروز سیر کردیم یک گوشه‌اش خرید دیدیم. همه اینا در چند روز در کار که اگر توجه کنیم بر هر برگ و هر درخت، هر بوته و هر سبزه این روزها در کار است. برای همین این منظره ها آدم روح بلند شده میگه باری دیگر میگه که وطنش و شهرش رو میگه که جهان انگشترین باشد نگینی، جهان انگشترین باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخت چینی، بنازم با تو ملک نازنینی دیارم، بنازم با تو ملک نازنینی دیارم، جنتی روی زمینی، خدا گرچه گناه بخش سخی است کسی قدر نداند دوزخی است، کسی قدر نداند دوزخی است. باید ما این وطن گهواره که چشم بر نگه داریم.